افرادی که قصد مهاجرت دارن آموزش بدیم. برای این دوره من کتاب‌های اشتارت ویا و منشن رو پیشنهاد میکنم چون در ایران قابل دسترس هستن. خودم هم گرامر رو از روی این کتاب‌ها تدریس میکنم و بعد از هر جلسه شما میتونید تمارین این کتاب‌ها رو انجام بدید و مشکلاتتون رو از من بپرسید. این جلسه قراره در مورد حروف الفبای زبان آلمانی صحبت بکنیم، در مورد شکل نوشتار و تلفظشون. با ما همراه باشید. دوستان توجه داشته باشین که الفبای زبان آلمانی مثل الفبای زبان انگلیسی میمونه، فقط یه سری فرقای خیلی کوچیکی داره و 4 تا حرف اضافه تر که من بهتون توضیح میدم. حرف اولمون هست آ با صدای آ یا ا. آ با صدای آ یا ا، مثل اپفل. اپفل یعنی سیب. آ با صدای آ یا ا. حرف دوممون هست ب. ب صدای ب میده، مثل بت. بت یعنی تخت خواب. ب با صدای ب. حرف سوم س. س با صدای س، مثل سنت. سنت پول خورد کشورهای اروپاییه. واحد پولشون یوروه، پول خوردشون میشه سنت. حرف بعدی د. د صدای د میده، مثل دویچلند. دویچلند یعنی آلمان. د با صدای د. حرف بعدی ا. صدای ا داره، مثل انرژی. انرژی همون معنی انرژی رو میده. ا با صدای ا. خب 5 تا حرف اول که یاد گرفتیم هست آ، ب، س، د، ا. با من تکرار کنید. آ، ب، س، د، ا. حرف بعدیمون اف با صدای ف، مثل فیش. فیش یعنی ماهی. اف با صدای ف. حرف بعدی گ با صدای گ، مثل گارتن. گارتن یعنی باغ. گاهی وقتی که گ وسط کلمه میاد صدای ج میده، ولی توی 90% مواقع هم صدای گ رو داریم. مثال برای وقتی که صدای ج میده مثل اورنج. اورنج یعنی پرتقال که صدای ج داریم اینجا، ولی توی 90% مواقع گفتم صدای گ میده. پس داریم گ با صدای گ. حرف بعدی ها با صدای ه، مثل هوند. هوند یعنی سگ. ها با صدای ه. حرف بعدیمون ای. ای با صدای ای، مثل اینترنت. اینترنت هم که معنیش همون اینترنته. پس داریم ای با صدای ای. حرف بعدی یات. یات با صدای ی، مثل یاکه. یاکه یعنی ژاکت. یات با صدای ی. خب 5 تا حرف دومی که یاد گرفتیم میشد اف، گ، ها، ای، یات. با من تکرار کنید. اف، گ، ها، ای، یات. حرف بعدی کا. کا صدای ک میده، مثل کتسه. کتسه یعنی گربه. کا با صدای ک. حرف بعدی ال. ال با صدای ل، مثل لغرین. لغرین معلمی که جنسیتش مؤنث باشه. ال با صدای ل. حرف بعدی ام با صدای م، مثل میکرووله که معنی مایکروفر میده. ام با صدای م. حرف بعدی ان که صدای ن میده، مثل نوزه. نوزه یعنی آجیل. ان با صدای ن. حرف بعدی او. او صدای او میده، مثل اورنجه. اورنجه یعنی پرتقال. وقتی که حرف گ رو داشتم توضیح میدادم گفتم گ ممکنه گاهی اوقات صدای ج بده. الان تو این اورنجه ما صدای ج داریم، صدای گ نداریم. این جزء استثناءاته. اورنجه یعنی پرتقال. پس شد او با صدای او. 5 تا حرف بعدیمون شد کا، ال، ام، ان، او. با من تکرار کنید. کا، ال، ام، ان، او. حرف بعدی پ.
پ صدای پ میده، مثل پولیتسیس. پولیتسیس معنی پلیس میده. حرفمون شد پ با صدای پ. پ با صدای پ. حرف بعدی کو. کو صدای کو میده. حرف کو صدای کو میده، مثل کوغنتنه. کوغنتنه یعنی قرنطینه. حرف کو با صدای کو. حرف بعدی اغ با صدای ر یا ق. توجه داشته باشین توی ایالت‌ها و شهرهای مختلف آلمان ممکنه اغ تلفظ متفاوت داشته باشه. مثلا توی قسمت‌های جنوبی اغ تلفظ ر داره، ولی تو قسمت‌های مرکزی مثل برلین یا مثلا قسمت‌های شمالی اغ صدای ق داره. مثلا قگنشیرم. قگنشیرم یعنی چتر. پس هم اغمون میتونه صدای ر داشته باشه، هم صدای ق داشته باشه. حرف بعدی هست اس. حرف اس با صدای ز و س. گاهی صدای ز میده، گاهی صدای س میده، مثل زوفا. زوفا یعنی کاناپه یا مبل راحتی. حرف اس با صدای ز و س. حرف بعدی ت. ت صدای ت میده، مثل تیش. تیش یعنی میز. حرف ت با صدای ت. خب 5 تا حرف بعدیمون شد پ، کو، اغ، اس، ت. با من تکرار کنید. پ، کو، اغ، اس، ت. حرف بعدیمون هست او. او صدای او میده، مثل اورلاب. اورلاب یعنی تعطیلات. او با صدای او. حرف بعدی فاو. فاو صدای ف میده، مثل فاتا. فاتا یعنی پدر. فاو با صدای ف. حرف بعدی حرف و با صدای و، مثل وینتا. وینتا یعنی زمستون. حرف و با صدای و. حرف بعدیمون هست ایکس. ایکس صدای ایکس میده، مثل اکس. اکس یعنی تبر. ایکس با صدای ایکس. حرف بعدی اپسیلون. اپسیلون با صدای ی، مثل یوگا. یوگا همون ورزش یوگا هست. اپسیلون با صدای ی. ست. ست با صدای س. ست توجه داشته باشین که وقتی که من تلفظش میکنم یه ت خیلی خفیفی اولش باید گفته بشه. ست صدای س میده. س مثل تسویبل. تسویبل یعنی پیاز. ست با صدای س. خب حروف آخرمون هم شد او، فاو، و، ایکس، اپسیلون، ست. با من تکرار کنید. او، فاو، و، ایکس، اپسیلون، ست. خب من گفتم توی الفبای زبان آلمانی ما 4 تا حرف اضافه تر داریم که حالا میخوایم به اونا بپردازیم. حرف اولمون شارف اس یا اس-ست. اس-ست مثل بتای لاتین نوشته میشه و وقتی که 2 تا اس پشت سر هم بخوایم تلفظ بکنیم معمولا این حرف رو مینویسن به جاش. صدای س میده، یه س خیلی محکم، انگار 2 تا س پشت سر هم داری میگی، مثل وایس. وایس یعنی رنگ سفید. اس-ست یا شارف اس با صدای س. حرف بعدیمون آ اوملاوت. توجه داشته باشین دوستان، وقتی که 2 تا نقطه بالای حروف آ، او قرار میگیره اصطلاحاً بهش میگن اوملاوت. آ اوملاوت صدای ا میده، مثل اپفل. خب اپفل یعنی سیب ها. شاید براتون سوال پیش بیاد چجوری میشه که اپفل میشه سیب، اپفل میشه سیب ها. توی زبان انگلیسی ما وقتی که میخواستیم اسامی رو جمع ببندیم یه اس آخرشون اضافه میکردیم، ولی خب تو زبان آلمانی چنین قاعده‌ای وجود نداره و ممکنه از راه‌های مختلف ما بتونیم اسامی رو جمع ببندیم. یکی از راهاش اینه که ما بیایم حروف صدادارمون رو اوملاوت دار کنیم، مثل اپفل که الان آش اوملاوت دار شده اپفل یعنی سیب ها. پس ما اینجا داشتیم آ اوملاوت با صدای ا. حرف بعدیمون هست او اوملاوت، یعنی اویی که 2 تا نقطه بالاشه. او اوملاوت صدای او میده.
او، مثل اول. اول یعنی روغن. او املاوت با صدای او. حرف بعدی و حرف آخر که میشه او املاوت. اویی که 2 نقطه بالاشه که اصطلاحاً هم بهش میگن او املاوت. او املاوت صدای او میده. او مثل لوگه. لوگه یعنی دروغ. پس داریم او املاوت با صدای او. پس حروفی که اضافه شدن یکی است یا شارف سس، آ املاوت، او املاوت و او املاوت. این جلسمون به پایان رسید. اگه سوالی داشتین تو کامنت ها برام بنویسین. من همه کامنت ها رو میخونم و جواب سوالاتتون رو میدم. ویدیو بعدی در مورد ترکیب حروف ویدیو هم حتما تماشا بکنید. کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که وقتی ویدیو جدید میذارم ازش با خبر بشین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.